ما خو چون دایی را بسیار سختی کشیدیم. اوقا که ما سرکوب شدیم موقع تشویق نشدیم. رفت پدر خانوم منو که کارت آمایش شده، اون مأمور نیرو انتظامی اومده گرفته، کسی که قانونی توی مملکت زندگی میکنه رو گرفته. علتش چیه؟ الان که اونجا میرم اونجا حتما که باید احترام بگذارن، میگن تشریف بفرمایید ما اشتباهی شما رو گرفتیم. نان ما را خورده و طول زبان بی انتهاست. من نمیدانم که پررویی اینها از کجاست. عیب ما بوده چون مهمان آمده آماده ایم. ما تو را معروف کردیم و پناهت داده ایم. باید آن روزی که کج کردی مسیرت سمت ما، تیرباران می شدی در مرز ما با دوشگاه. ای که شوهر جان تو فریاد میزد مثل لات. تا کنون مهمان برایت آمده توی هرات. روز اول، روز دوم، روز 66,000 چند سال دیگر اینجایید. خب ای هم قطار، غیر از این آن روز که پهپادهای قوم تو پشت هم تخریب می کردند ایران نو به نو. حال بودی در کنار شوهر و بابای خود، حال اکنون گشته ای تو مرد این میدان و گود. حیف از آن حجم محبت، حیف نان پاک ما. میهمانی جمع گشته، گم شوید از خاک ما.